ارزش‌ها و مقدسات اسلام و ملت را مورد توهین قرار دادند. امروز عاشورا بود و قلب هر مسلمان عاشق اسلام سوگوار پیکرهای پاره پاره شده ابا عبدالله و یاران. امروز عاشورا بود و هر آزاده و جوانمرد ماتم گرفته قلب خون گرفته زینب و اهل بیت بی پناه حسین. امروز هر کس با حسین غریب، عباس دلاور، قاسم نوجوان و علی اصغر پرپر فقط با زبان اشک سخن گفت و با زبان نوحه و ماتم. حسین حسین شاهنشاه تجاوز افتخارشان، حسین حسین شاهنشاه. فردا شعارهای شدیدتر و شفافتری برای تغییر نظام در ایران سرداده خواهد شد. فردا شاهد شعارهای جدیدی خواهیم بود. اما در این روز سوگوار تاریخ و در حالی که هر ایرانی آزاده، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، ماتم زده مظلومیت حسین بود، جماعتی که تاریخ نظیر آنان را در فتنه ها به یاد دارد، با شعارهایی که انسان از بازگو کردن برخی از آنها شرم دارد، به برخی خیابانهای تهران آمدند و اصل نظام را نشانه گرفتند. این جماعت فتنه‌جو که قبلا جمهوری اسلامی را به تمسخر گرفته بودند و به امام سفر کرده ملت توهین کرده بودند، این بار نیز به پیروی از دشمنان اسلام عمود خیمه نظام اسلامی و ستون تفکرات و آرمانهای امام را نشانه گرفتند. این جماعت هنگامی به حرمت شکنی، قانون شکنی و شاد کردن دشمنان قسم خورده این سرزمین مشهور شد که عزاداران حسینی با قلب‌های مالامال از اندوه به همدردی نوحه سرایی با قافله مظلوم حسین پرداخته بودند و به همین علت این جماعت فرصت گستاخی یافت و با توهین به همه مقدسات ملت به هر چه دستش میرسید حمله کرد و آتش زد و سوزاند و به افتخار حرمت شکنی و بی‌ادبی به آرمان‌های اسلام و انقلاب و امام سوت و کف زد. خبر آشوب جماعت ضد انقلاب به تدریج در بخش‌هایی از تهران پیچید و عزاداران حسینی که گستاخی این ادعا آن هم در روز عاشورای حسینی باور نمی‌کردند، به خیابان‌ها ریختند تا حق و حقیقت این بار تنها نماند. ورود عزاداران و شیفتگان حسینی جماعت حرمت شکن را با خیل انبوه یاوران حسینی روبرو ساخت
و آنان پس از مدتی بی‌حرمتی به عاشورای حسینی مجبور به فرار از خیابان‌ها شدند. آشوب جماعت ضد انقلاب در عاشورای حسینی به برکت حضور مردم سرکوب شد، اما سوالات بی‌پایانی در ذهن ملت مانده است که مهمترین آنها این است: این حرکات ضد انقلابی توهین به مقدسات و حتی حرمت نگه نداشتن عاشورا و حسین مظلوم تا کجا باید ادامه پیدا کند؟